درود هموطنان عزیز. شعر سروده من است و مخاطب من اختلاسگرانی هستند که از نام خدا و دین خدا سوء استفاده کردند و حق این مردم فقیر را اختلاس کردند و خوردند و بردند. آهای مردم، از من به شما مردم بزرگ این یادگار است. تا آن روز که جهل و جهالت بر ما سوار است، جیبهای رمالان پر ز پول و حسرتش به دل فقیر و نادار است. ما غرق در زمستانیم و 4 فصل رمالان بهار است. آهای مردم، زبان رمال نیش کبرا مار است، دندان رمال دندان کفتار است. تا روزی که افکار رمال بر روح و جسم ما سوار است، رمال پولدار و پولدار و پولدار است. سهم ما نیش مار و دندان کفتار است. همین اختلاسگران خون شهیدان عزیز ما و برادران سردار شهید ما را پایمال کردند. این جانب مجید نارنجی از خانواده سردار شهید جهانگیر نارنجی، یکی از پاکترین، بیباکترین و شجاعترین سرداران جبهه و جنگ هستم. سردار شهید جهانگیر نارنجی فرمانده گردان رزمی مهندسی حر و فرمانده عملیات فتح دیلاویه.